خب بچه ها سلام، شبتون بخیر، خسته نباشید. یه نکته رو بگم تا دیر نشده، دونستنش ضرر نداره. خب نمودار بیت کوین اگر بیارین به تتر توی تایم فریم ماهانش، ببین در تاریخ 1 دسامبر 2017 یک کندل زدیم تا 20,000 تا رفتیم. ما اوج بیت کوین بود، ولی که روزش هلوش 13,700 دلار بود. الان هلوش 245 دقیقه مونده که این کندل ماهیانه بسته بشه. چند قیمت؟ 13,837. اگر این بالاتر از 13,700 2017 بسته بشه کلوز این شم، فکر کنم شاهد اتفاقای خوبی باشیم در آینده. ارزهای دیجیتال رو دست کم نگیریم، استراتژی های خوبی داشته باشیم، موفق و پرسود باشیم.